سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم دوم دکبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. اشتراکچی جنگ اوکراین فرمانده نو پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان تعیین شد. کشتار بیرحمانه دو کارمند فوند منزل در پایتخت تاجیکستان. 20 سال حکم زندان دو ساکن رشت برای آدمکشی در چایخانه بالای آب. کرمک پروری و لطیفه های افندی برای خط یونسکو پذیرفته شدند. قلابی با پول و جواهرات در دوشنبه و دزدی پول و جواهرات در استرفشن. و اکنون تفصیلات خبرها. پلکونیک اندری موراشکین به مقام فرمانده نو پایگاه حربی 201 روسیه در تاجیکستان، بزرگترین پایگاه خارجی ارتش خشکگرد روسیه تعیین شده است. خدمات مطبوعات حوزه مرکزی حربی ارتش روسیه روز 1 دکبر سال 2022 گفت به هیئت شخصی پایگاه حربی روسیه در تاجیکستان فرمانده نو آن را معرفی کردند. به این مقام پلکونیک اندری موراشکین که قبلا فرمانده یک واحد علایده سواره تیراندازی حوزه حربی مرکزی را بر دوش داشت تعیین شد. پلکونیک اندری سرگیویچ موراشکین 16 ایول سال 1984 به دنیا آمده آموزشگاه عالی فرماندهی حربی نوسیبیرسک را ختم کرده و در اکادمی قشون‌های عمومی قوه‌های مسلح روسیه نیز تحصیل کرده است. او سابقه حربیش را از فرمانده وزواد آغاز کرده تا به مقام فرمانده بریگاد علایده سواره تیراندازی رسید. بریگاد تحت فرمان موراشکین در جنگ‌ها در ولایت‌های شرق اوکراین اشتراک دارد. ماه سال 2022 ماست برای کارنمایی در عملیات مخصوص حربی در اوکراین به موراشکین که آن وقت هنوز پلکونیک بود اردن مردانگی یا موژستو و در اول ماه نوامبر اردن الکساندر نیفسکی دادند. او همین طور در اوکراین صاحب رتبه نوبتی پلکونیک شد. پایگاه حربی 201 ارتش روسیه در تاجیکستان با حدود 7000 عسکر و افسرش بزرگترین پایگاه حربی آن کشور در خارج به شمار می‌رود. این پایگاه در شهر دوشنبه و باختر مستقر شده است. حکومت تاجیکستان در سال 2012 زمان بود و باش پایگاه حربی روسیه را دست کم تا سال 2042 تمدید کرده این پایگاه را از مسئولیت پرداخت پول اجاره آزاد کرد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 1 دکبر سال 2022 در نشر نوبتی برنامه تلویزیونی اخبار وزارت کارهای داخلی خبر داد که کارمندان میلیشیا شهر دوشنبه توانستند که خیلی زود و باعث گرم کشتار بیرحمانه دو کارمند فوند منزل نویای فردوسی پایتخت را آشکار کنند. کاپیتان سراج‌الدین شکوری سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه در گزارشش در برنامه اخبار وزارت کارهای داخلی گفت روز 26 نوامبر سال جاری به میلیشیا درباره کشتار در کوچه فردوسی پایتخت خبر رسید. کارمندان میلیشیا به جای حادثه آمده دو جسد را پیدا کردند. هر دو با بیرحمی مخصوص به هلاکت رسانیده شدند. معاین کرده شد که کشته شدگان کارمندان ناظرات منطقوی اداره‌کنی و خدمت رسانی منزل رقم 7 نویای فردوسی می باشند. کارمندان میلیشیا در یک مدت کوتاه همچون گمانبر در این جنایت مدهش شهروند کریموف عمرعلی رامونالیویچ سال تولدش 1983 زاده شهر کولوب را که قبلا هم 2 مرتبه سود شده است دستگیر کردند. بنا به فرضیه کارمندان میلیشیا کشتار این دو نفر در پی استعمال اسد زیاد مشروبات اسپریتی سر زده است. گفته می شود که کریموف عمرعلی روز 26 نوامبر همراه شهروندان بوی میرزایف عبدالمجید سال تولدش 1972 و نعیموف یور محمد سال تولدش 1977 در داخل بنای کارخانه ناظرات منطقوی اداره‌کنی و خدمت رسانی منزل رقم 7 نویای فردوسی مشروبات استعمال کردند. هنگام نوشانوشی بین این قدحان مناقشه برخاست است و کریموف آن دو نفر را با استفاده از هر گونه اشیاء سخت به دستش افتاده زده کشته است. بعد کشتن کارمندان فوند منزل کریموف عمرعلی از بنای آن کارخانه یک کامپیوتر و یک پرینتر را هم به یغما برده است. او حالا در حبس پیشکی قرار دارد. به کریموف عمرعلی برای کشتن دو نفر تا 25 سال حکم زندان یا حبس عمرباد تهدید میکند. کلیگه پرونده های جنایتی دادگاه عالی تاجیکستان دو ساکن نویای رشت را با جرم کشتار به 20 سال زندان نظام سخت محکوم کرد. حکم غیرتوف و سعیدوف روز 10 نوامبر سال 2022 صادر شده است ولی مرکز مطبوعات داستانی کل تاجیکستان روز 2 دکبر بعد اعتبار قانونی پیدا کردن این حکم
برخی جزئیات این جنایت برای واده رشت کم نظیر آدمکشی را شرح داد. بنابراین منبع تفتیشات این پرونده از سوی دادستانی نویه رشت واقع در تقریبا 180 کیلومتری شمال و شرقی دوشنبه بر اساس بندهای ز و کی قسم دوم ماده 104 کودکس جنایتی تاجیکستان با اتهام آدمکشی از جانب گروه شخصان و ازیسیات افباشی پیش برده میشد. خود محکوم شدگان برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به فرضیه دادستانی تفتیشات پیشکی معین کرده است که غیرتوف روز 2 آگوست سال 2022 با سعیدوف در نزد چایخانه بالای او واقع در سروغه نویه رشت جماعت شهرک غرب کوچه آزادی زنان بنای رقم 1 مشروبات سپیرتی استعمال نموده در حالت سخت مستی قرار داشتند. آنها شهروند یولچیف را که با رفیقش در نزدیکی آنها به خوردن خوراک و استعمال مشروبات سپیرتی مشغول بود دیده به نزدشان دعوت کردند و ازیسیات افباشی یولچیف را با دست و پای لتوکوب کرده به عضوهای حیاتاً مهم بدن، سر و روی و گردنش جراحت‌های وزن جسمانی رسانیدند. در نتیجه یولچیف در جای حادثه به هلاکت رسیده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قبلا خبر داده بود که یولچیف ساکن ولایت سوق بوده در ناحیه رشت در میمانی قرار داشت. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی در نیمه اول سال 2022 در تاجیکستان از جمله 22 آدمکشی و سوء قصد به کشتار و 64 حالت قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی ثبت شده است. در نیمه اول سال 2021 در تاجیکستان 20 کشتار رخ داده بود. یونسکو اداره علم و فرهنگ سازمان ملل متحد روز 1 دکامبر سال 2022 دو نامیناسیون تاجیکستان و کشورهای منطقه را برای خط رپرزنتاتیوی میراث فرهنگی غیر مادی بشریت شامل کرد. کلمک پروری و لطیفه ها درباره خواجه نصرالدین افندی در اجلاس‌های 17 کمیته بین حکومتی عاید به حفظ میراث فرهنگی غیر مادی یونسکو که از 28 نوامبر تا 3 دکامبر سال 2022 در شهر رباط پادشاهی مراکش جریان دارد بین روی خط یونسکو شامل کرده شدند. نامیناسیون کلمک پروری و استحصال عنعنوی ابریشم برای بافندگی مشترکاً از جانب افغانستان، آذربایجان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان پیشبری گردیده عنعنه نقل لطیفه‌های خواجه نصرالدین افندی از سوی آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان پیشنهاد شده بود. از جانب یونسکو پذیرفته شدن این دو نامیناسیون در کشورهای منطقه به استقبال گرم روبرو شد. وزارت خارجه تاجیکستان در اطلاعیه‌اش گفت این دو نامیناسیون به دلیل جوابگو بودنشان به همه 5 شرط و طلب پیمان حفظ میراث فرهنگی غیر مادی یونسکو برای خط رپرزنتیوی پذیرفته شدند. در حال حاضر از تاجیکستان برای خط میراث غیر مادی بشریت موسیقی 6 مقام و عید نوروز شامل کرده شده. آش پلو و کشیده دوزی چکن سال 2018 برای خط رپرزنتیوی یونسکو وارد گردیدند. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 42 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان قلابی دستگیر کرده شد. نامبرده ماه فوریه سال 2020 برای فریب به باوری زن 41 ساله ساکن پایتخت در آمده از او $16,000 آمریکایی و جواهرات گوناگون طلایی را گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. نسبت گمان برشونده پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. و شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر استرافشن با عریضه مرد 52 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که 30 نوامبر سال 2022 شخصان نامعلوم با راه پنهانی از داخل خانه استقامتیش جواهرات گوناگون طلایی، نقرگی و 63420 سامانی را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. ضرر رسانیده شده 76800 سامانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 30 ساله ساکن شهر ذکر گردیده همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.